فرکانس شبکه بر ماهواره هاتبرد و بر ماهواره نایل سات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. به نام و استعانت از الله بخشاینده مهربان. ستایش ویژه الله پروردگار جهانیان است. علامه حجت الاسلام ابو جعفر وراق طحاوی رحمه الله میگوید: این کتاب بیانگر عقیده اهل سنت و جماعت بر مبنای مذهب فقهای اسلام ابو حنیفه نعمان بن ثابت کوفی و ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری و ابو عبدالله محمد بن حسن الشیبانی رضی الله عنهم اجمعین است و به باورهای آنان در مورد اصول دین که با آن پروردگارشان را میپرستند میپردازد. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستم با بیان گوشه دیگر از مطالبی که حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمت الله علیه در کتاب خودش العقیدة الطحاویه با عنوان اعتقاد اهل سنت و الجماعت بیان فرمودند. در جلسه قبل که خدمت شما عزیزان بودم مطالبی رو درباره توحید ربوبیت خداوند متعال و این که تمامی انسانها به ربوبیت خداوند متعال معتقد بودند و هستند و آفریدگار جهان را و مدیر و مدبر جهان را خداوند متعال می‌دانند. حتی مشرکان صدر اسلام هم آفریدگار آسمان و زمین را، آفریدگار انسانها را، رزق دهنده انسانها را فقط و فقط خداوند متعال می دانستند. و عرض کردیم که این توحید ربوبیت یکی از انواع سگانه توحید هست، یعنی یکی از مواردی هست و زمینه هایی هست که ما در اون زمینه خداوند متعال را باید یگانه و بی همتا بدانیم. و اگر کسی معتقد باشد که غیر از خداوند متعال کسی دیگر در جهان دخل و تصرفی دارد، قسمتی از جهان را کسی دیگر غیر از خدا آفریده، یک بخشی از جهان را کسی غیر از خداوند متعال مدیریت می کند، و اگر معتقد باشد که بخشی از مخلوقات را کسی دیگر غیر از خداوند متعال رزق می‌دهد، این شرک در الوهیت هست و به چنین انسانی نمیتوان مسلمان گفت. و کسانی که اگر واقعا پیدا بشوند و چنین اعتقادی را داشته باشند، اینها مشرک هستند و شرکشان از شرک ابو جهل و ابو لهب و دیگر مشرکان مکه هم فراتر هست. و در جلسه قبل دلایل بسیار زیادی رو از قرآن من برای شما بیان کردم که
خداوند متعال در قرآن از زبان مشرکان بیان کرده بود که آنها معتقد هستند به ربوبیت خداوند متعال و همچنین دلایل ربوبیت خداوند متعال را خدمت شما عزیزان در جلسه قبل بیان کردم. در این جلسه میپردازیم به توحید اسماء و صفات خداوند متعال و تمام این مباحث در شرح این جمله امام ابو جعفر طحاوی هست که ایشان فرمودند که ما معتقد به این هستیم اهل سنت و الجماعت که ان الله واحد لا شریک له، خداوند متعال یگانه هست و شریکی ندارد. یگانه در چی؟ عرض کردم که یگانه در ربوبیت، یعنی در مدیریت جهان، در خالق آفریدگار بودن و در مالک و رازق بودن یگانه هست و همچنین در اسماء و صفات خداوند متعال یگانه هست و در الوهیت خداوند متعال یگانه هست. در این جلسه انشاءالله میپردازیم به بحث اسماء و صفات و اگر فرصتی باقی ماند در ادامه به بحث الوهیت خداوند متعال. توحید اسماء و صفات یعنی این که ما در باب اسماء و صفات هم خداوند متعال را یگانه بدانیم، یعنی این که معتقد باشیم که هر اسمی را که خداوند متعال در قرآن برای خودش بیان کرده یا این که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در احادیث خودش برای خداوند متعال بیان کرده، معتقد به آن اسم باشیم که خداوند متعال آن اسم را و آن صفت را حتما دارد و هر چیزی را که در قرآن از خداوند متعال نفی شده یا رسول خدا صلی الله علیه و سلم آن را از خداوند متعال نفی کردن، ما هم اون اسم را و اون صفت را از خداوند متعال نفی بکنیم. پس بنابراین توحید اسماء و صفات یعنی این که ما خداوند متعال را فقط و فقط به همان نامی بنامیم که خودش خود را به آن نام نامیده یا رسول خدا خداوند متعال را به آن نام نامیده و فقط اون صفتی را برای خداوند متعال معتقد باشیم که در قرآن آمده و در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده و هر چرا که در قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم از خداوند متعال نفی شده، ما آن را در واقع نفی بدانیم و آن را منتفی بکنیم از خداوند متعال. و دلیل این نوع توحید آیه بسیار واضحی هست در سوره شورا آیه 11. خداوند متعال می‌فرماید که لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، مانند خدا مثل خدا هیچ چیز نیست و هو السمیع البصیر و خداوند متعال سمیع و بصیر هست. اگر ما به این آیه کوتاه و مختصر توجه بکنیم می‌بینیم که این آیه متضمن و در برگیرنده نفی و اثبات هست، یعنی در بخش اول آیه یک چیزی را نفی می کند و در قسمت دوم آیه اثبات می کند. در این آیه خداوند متعال می فرماید که لیس کمثله شیء، مانند خدا هیچ چیز نیست، یعنی هیچ چیزی را شما نمی توانید پیدا بکنید که آن چیز شباهتی با خداوند متعال داشته باشد. نفی کامل و مطلق هست. و در ادامه آیه هم خداوند متعال می‌فرماید که و هو السمیع البصیر، و خداوند متعال سمیع و بصیر هست. صفت سمع را، شنوایی را و صفت بصیر را، بصر را، بینایی را برای خداوند متعال ثابت کرده. هم یکی از اسماء خداوند متعال را ثابت کرده و هم از صفات خداوند متعال را، یعنی این که یکی از نامه‌های خداوند متعال بصیر هست و دیگری سمیع، خداوند سمیع و بصیر هست. یکی از نامه‌هایش سمیع هست و دیگری بصیر هست و یکی از صفات خداوند متعال شنوایی هست و یکی دیگر از صفات خداوند متعال بینایی هست. از یک جنبه آمده نفی کرده مشابهت را، مماثلت را، و در ادامه آیه اثبات کرده صفات خداوند متعال را. پس بنابراین ایمان ما این هست که ما نفی میکنیم هر چیزی را که خداوند متعال از خودش نفی کرده، مماثلت را و مشابهت را نفی میکنیم و هر صفتی را یا نامی را که خداوند متعال برای خودش اثبات کرده، ما آن را برای خداوند متعال مثبت میدانیم و ثابت میدانیم.
مشرکان در زمان رسول خدا صلی الله علیه وسلم برخی از نامه‌های خداوند متعال را انکار می‌کردند. مثلا در یکی از آیات قرآن هست، در سوره فرقان آیه 60 هست، خداوند متعال می‌فرماید که و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. اگر به اونها گفته بشود که برای رحمان سجده بکنید، میگن رحمان کی هست؟ ما رحمان را نمیشناسیم. یا در زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در ابتدای اسلام در سجده وقتی که میرفتند در محضر و در حضور کفار و مشرکان، رسول خدا صلی الله علیه و سلم در سجده این ذکر را میخواندند که یا رحمان یا رحیم. این کافران تعجب میکردند، میگن رحمان کی هست؟ رحیم کی هست؟ و نمیتونستن تصور بکنند که خداوند متعال نام دیگری دارد، رحمان هست. بنابراین خداوند متعال این آیه را نازل کرد، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى. بگو که شما الله را صدا بزنید، قل ادعوا الله، خدا را فرا بخوانید، او ادعوا الرحمن، یا اینکه رحمان را فرا بخوانید و در دعاهای خودتان صدا بکنید. ایما تدعوا، هر کدام را شما صدا بکنید، فله الاسماء الحسنى، خداوند متعال اسماء حسنایی را دارد که به هر اسمی و به هر نامی شما خداوند متعال را صدا بکنید و نام ببرید، در واقع همون ذات واحد و یگانه را نام بردید و صدا کردید. یا در صلح حدیبیه ما میبینیم که زمانی که رسول خدا صلی الله علیه وسلم میخواستند صلحنامه را بنویسند و در آن صلحنامه به کاتب خودش به علی رضی الله تعالی عنه فرمودند که بنویس بسم الله الرحمن الرحیم، به نام الله، اون اللهی که رحمان و رحیم هست، گسترده مهر و مهربان هست. نماینده مشرکان گفت که این رحمان کی هست؟ ما رحمان را نمیشناسیم، حتما باید بنویسی بسمک اللهم. و نهایتا رسول خدا صلی الله علیه وسلم گفت که خداوند متعال رحمان و رحیم هست، شما نمیپذیرید، این مسئله جداگانه‌ای هست. و نهایتا رسول خدا صلی الله علیه وسلم در اون عهدنامه و اون توافقی که در میان مسلمانان و مشرکان شد نوشتند بسمک اللهم. منظور این است که بسیاری از مشرکان بودند که برخی از اسماء و صفات خداوند متعال را نفی کردند و متاسفانه امروزه هم بعضی از کسانی که خودشان را منتسب به اسلام می‌دانند برخی از نامه‌های خداوند متعال را یا صفات خداوند متعال را نفی می‌کنند و آن را قبول ندارند. و اعتقاد اهل سنت و الجماعت این است که خداوند متعال در تمامی اسماء و صفات خودش یگانه است و هر نام و صفتی را که خداوند متعال در قرآن کریم برای خودش بیان کرده ما به آن نام معتقد هستیم و آن را باور داریم، و هر صفتی را که خداوند متعال در قرآن کریم از خودش نفی کرده ما معتقد هستیم که خداوند متعال آن صفت را ندارد و از آن صفت پاک و منزه است. یک نقطه جالبی که در باب اسماء و صفات باید مد نظر ما باشد و به عنوان یک قاعده و قانون هست، این هست که خداوند متعال از مشابهت با مخلوقات پاک و منزه است. یعنی این که به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی ما خداوند متعال را مثل مخلوقات و آفریدگان خداوند متعال نمی‌دانیم. و این همین آیه هست که من خدمت شما تلاوت کردم که خداوند متعال می‌فرماید لیس کمثله شیء، مانند خداوند متعال هیچ چیز نیست، هیچ چیزی را ما نمیتونیم مثل خداوند متعال بدانیم. اما این نقطه نباید و مبادا سبب بشود که ما برخی از صفات خداوند متعال را نفی بکنیم، زیرا که خداوند متعال در ادامه برخی از صفات را آمده برای خودش اثبات کرده و می‌فرماید و هو السمیع البصیر، و خداوند متعال سمیع و بصیر هست. این یک نقطه. و نقطه دیگر این است که ما باید به تمامی اسماء و صفات خداوند متعال ایمان داشته باشیم. هر چیزی را که در قرآن آمده به آن ایمان داشته باشیم، بدون از تحریف، بدون از اینکه اون معنی را، اون اسم را یا اون صفت را تحریف بکنیم، معنی غیر از معنی که عرب از اون کلمه و از اون اسم و صفت میفهمند بر اون اسم یا صفت تحمیل بکنیم.
و بدون از تعطیل، بدون از این که نفی بکنیم، تعطیل بکنیم صفات خداوند متعال را، و بدون از تکییف که بیایم کیفیتی را و چگونگی را و هیئتی را برای صفات خداوند متعال معتقد باشیم، و بدون تمثیل که خداوند متعال را نسبت بدهیم و به یک چیزی و مثلی را و مانندی را برای خداوند متعال معتقد باشیم. و نقطه دیگر این که ما قطع امید باید بکنیم، نباید در فکر این باشیم که ما بیاییم و کیفیت و چگونگی صفات خداوند متعال را بیان بکنیم و بفهمیم. ما ذات خداوند متعال را که تمام مسلمانان و تمام فرقه ها به اون معتقد هستند، معتقد به این هستیم که خداوند متعال وجود دارند و هیچ کسی از مسلمانان نیامده که کیفیت ذات خداوند متعال را مشخص بکند. به همان گونه که ما کیفیت ذات خداوند متعال را نمیدانیم، کیفیت صفات خداوند متعال را هم ما نمیدانیم، اما به عنوان یک صفت یا به عنوان یک اسم، اون اسم را و صفت را برای خداوند متعال ثابت میدانیم. خداوند متعال را به آن نام مینامیم که خود خداوند خودش را به آن نام نامیده است و آن صفتی را که خداوند متعال برای خودش بیان کرده، اون صفت را برای خداوند متعال ثابت می‌دانیم. یک نقطه‌ای هست که در اینجا باید توضیح داده بشود و در قالب همین آیه است که خداوند متعال می‌فرماید که لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. مثل خداوند متعال هیچ مخلوقی و هیچ کسی و هیچ چیزی نیست و هو السمیع البصیر و خداوند متعال سمیع و بصیر هست. به طور مثال خداوند متعال در این آیه از یک جا نفی کرده مماثلت را و در ادامه آیه میگوید که خداوند متعال سمیع و بصیر هست. مگر آیا انسانها سمیع و بصیر نیستند؟ همه ما سمیع و بصیر هستیم، هم شنوا هستیم و هم بینا هستیم، هم صفت سمع و شنوایی را داریم و هم صفت بینایی را. آیا این یک نوع مشابهتی با خداوند متعال نیست که خداوند متعال در دیدن مثل انسان هست، یا انسان در دیدن و شنیدن مثل خداوند متعال هست؟ یا به تعبیر دیگر بگوییم که این صفت سمع و بصر یا صفتهای دیگری که انسان دارد و خداوند متعال هم اون صفت را برای خودش بیان کرده، آیا اینها صفات مشترکی هست با خداوند متعال یا این که تفاوت دارند؟ واقعیت این است که صفاتی را که انسان دارد با صفاتی که خداوند متعال دارد بسیار متفاوت هست و این یک نوع تشابه اسمی هست و یک راهی هست برای شناخت خداوند متعال. مثلا ما معتقد به این هستیم که خداوند متعال سمیع و بصیر هست. صراحتا در جاهای بسیار زیادی خداوند متعال این اسم را و صفت را برای خودش بیان کرده که خداوند سمیع هست، شنوا هست و بصیر هست، بینا هست. و انسان هم سمیع هست و بصیر هست. اما بیاییم مقایسه بکنیم در میان بینایی خداوند متعال و بینایی انسان. بینایی خداوند متعال محدود نیست، لا محدود هست و نیازی به آله و ابزاری برای دیدن ندارد و قرب و بعد، نزدیک بودن و دور بودن برای خداوند متعال مطرح نیست. مانع و حاجز بودنی و حجاب بودن یا نبودن برای خداوند متعال مطرح نیست. اما انسان اگر نور نباشد، روشنایی نباشد، انسان قادر به دیدن نیست. چیزی را که بسیار دور باشد انسان نمیتواند تشخیص بدهد و ببیند. چیزی را که بسیار نزدیک و کنار چشم انسان باشد انسان نمیتواند ببیند. پشت دیوار را انسان نمیتواند ببیند و اگر انسان چشم نداشته باشد نمیتواند ببیند. اما این چیزها برای خداوند متعال مطرح نیست. پس بنابراین دیدن خداوند متعال با دیدن انسان بسیار متفاوت است. شنیدن همچنین. اگر صدایی بسیار زیر باشد انسان نمیشنود، بسیار زیاد باشد انسان نمیتواند باز هم بشنود، دور باشد نمیشنود، پشت دیوار باشد نمیشنود. اما این چیزها برای خداوند متعال مطرح نیست. پس بنابراین
این چیزها و این صفات فقط و فقط به خاطر این است که ما خداوند متعال را بشناسیم. اگر ما معنی دیدن را درک نمی کردیم، معنی شنیدن را درک نمی کردیم، وقتی خداوند متعال می فرمود که من سمیع و بصیر هستم، ما نمی توانستیم درک بکنیم که خداوند متعال سمیع و بصیر هست یعنی چی و این چه معنا و چه مفهومی را دارد. پس بنابراین در میان صفات خداوند متعال و صفات انسان ها هیچ گونه تشابهی نیست جز یک نوع تشابه اسمی و در حقیقت و واقعیت و کنه صفت اینها بسیار تفاوت دارند در میان خداوند متعال و در میان دیگر مخلوقات. با دیدن یک میان برنامه انشاءالله بعد از آن می‌پردازیم به بقیه مطالبی که در این موضوع هست و در خدمت شما خواهم بود. ألم يعلم بأن الله يرى آیا نمی‌داند که بیگمان الله می‌بیند؟ با سلامی مجدد خدمت تمامی شما بینندگان عزیز و ارجمند. قبل از میان برنامه موضوع اسماء و صفات خداوند متعال را خدمت شما بیان کردم که خداوند متعال در اسماء و صفات خودش یگانه هست. یعنی هر مسلمانی با استناد و به دلیل آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم باید که در زمینه اسماء و صفات، نامها و ویژگیها و صفات و خصوصیت‌های خداوند متعال معتقد به یگانگی خداوند متعال باشند. و یکی دیگر از انواع توحید که مهمترین بخش توحید هست که اساس دعوت تمام پیامبران بوده، توحید الوهیت خداوند متعال هست و توحید عبادت و بندگی خداوند متعال هست. در تعریف توحید الوهیت گفتند که افراد الله تعالی بجمیع انواع العباده الظاهره والباطنه قولا وعملا و نفی العبادة عن كل ما سوى الله تعالی کائنا من کان. یعنی یگانه دانستن خداوند متعال در تمامی انواع عبادت که فقط و فقط خداوند متعال هست که سزاوار و لیاقت بندگی و پرستش را دارد که ما خداوند متعال را پرستش بکنیم و تمام انواع عبادت را، عبادت‌های ظاهری را و عبادت‌های باطنی و قلبی را همه را مخصوص خداوند متعال بدانیم و تمام انواع عبادت را از غیر الله نفی بکنیم. هر کسی که باشد، ولو این که فرشته مقرب دربار خداوند متعال باشد، ولو این که نبی مرسل و پیامبر فرستاده شده خداوند متعال باشد، ولو این که امام و ولی باشد، هیچ کسی از اینها استحقاق هیچ گونه عبادت و بندگی را ندارند. این هست توحید الوهیت خداوند متعال، یعنی این که خداوند متعال را باید فقط و فقط بپرستیم و تمامی انواع عبادت را خاص و مخصوص خداوند متعال بدانیم و از تمام مخلوقات این عبادت را ما نفی بکنیم که هیچ کسی لیاقت بندگی و پرستش شدن را ندارند جز ذات خداوند متعال. و این دعوتی که در واقع هست در میان تمام انبیا بوده. اولین و آخرین دعوتی که پیامبران میدادند همین دعوت به تمام به الوهیت خداوند متعال بود. خداوند متعال در قرآن در جاهای زیادی این مطالب را ذکر کرده که تمامی انبیای خداوند متعال وقتی که به نزد قومهایشون میرفتند این پیام را داشتند که ما از جانب خداوند متعال فرستاده شده ایم به این که این مطلب را بفرستیم که بیان بکنیم که غیر از الله معبودی دیگر نیست، پس بنابراین فقط و فقط اون خداوند متعال را بفرستید. از زبان حضرت نوح، هود، لوط، بقیه تمام پیامبران خداوند متعال در قرآن این نکته را بیان کرده و در جایی می‌فرماید که ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله. ما در میان تمام اقوام و تمام ملت‌های گذشته و پیشین رسولی را فرستادیم و این پیام را به اونها دادیم که ان اعبدوا الله، که خداوند متعال را بپرستید
واجتنبوا الطاغوت، و از طاغوت و کسانی که غیر خدا هستند و پرستش میشوند از اونها اجتناب بکنید. و در جای دیگر خداوند متعال میفرمایند که و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. ای پیامبر، ما قبل از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر این که این پیام را به اون دادیم که انه لا اله الا انا، که هیچ معبودی غیر از من نیست، هیچ کسی که لیاقت پرستش و بندگی را داشته باشد غیر از من نیست. فاعبدون، پس بنابراین فقط و فقط مرا عبادت بکنید. و همچنین در احادیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم ما ببینیم که خداوند متعال این دستور را داده به رسول خدا صلی الله علیه و سلم که این مفهوم توحید عبودیت را و توحید الوهیت را بیان بکنند برای مردم، و رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم واقعا این مفاهیم ناب توحید را و یگانگی خداوند متعال را بیان کردند. و در باب اهمیتش رسول خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که امرت ان اقاتل الناس حتی یشهدوا ان لا اله الا الله، به من دستور داده شده و من مأمور هستم که با مردم جهاد بکنم تا اینکه آنها به یگانگی خداوند متعال و به یکتا بودن خداوند متعال در بعد عبادت اقرار بکنند و اعتراف بکنند و فقط خداوند متعال را پرستش بکنند. پس بنابراین این توحید الوهیت رسالت تمامی پیامبران هست. نخستین چیزی هست که در دنیا از انسان خواسته می شود که با آن کلمه انسان مسلمان می شود، و آخرین چیزی هست که از دنیا وقتی که انسان می رود باید با آن برود. یعنی اولین مطلوب و اولین خواسته در دنیا توحید الوهیت هست، و آخرین چیزی که در دنیا هم از انسان خواسته می شود توحید الوهیت هست، و اولین چیزی که در قیامت هم از آن پرسیده می شود همین توحید الوهیت و یکتایی خداوند متعال هست. در قرآن کریم دلایل بسیار زیادی هست. اگر ما به قرآن کریم برگردیم میبینیم که تمام قرآن دلیل توحید و یکتایی و یگانگی خداوند متعال هست و دلیل نفی عبادت و نفی الوهیت از غیر الله هست. به طور مثال خداوند متعال می‌فرماید که وعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا در سوره نساء، خداوند متعال را عبادت بکنید و کسی را با خداوند متعال شریک ندانید. یعنی در کنار عبادت خدا و در کنار این باور که خداوند متعال یگانه هست، معبودی دیگر، معبودی به حق و یگانه غیر از الله متعال نیست، در کنار این باید نفی عبادت بکنیم از غیر الله که خداوند متعال فقط و فقط لیاقت بندگی و عبادت را دارند و هیچ کسی غیر از خدا این لیاقت و شایستگی را ندارد. در آیه دیگر می‌فرماید وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاه، خداوند متعال حکم کرده، قضاوت کرده و تثبیت کرده که شما هیچ کسی غیر از الله را عبادت نکنید. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، و انسانها و بندگان دستور داده نشدند مگر به این که فقط و فقط خالصانه و مخلصانه خداوند متعال را عبادت بکنند. پس بنابراین تمام عبادت باید مخصوص خداوند متعال باشد. و حضرت در حدیثی که حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه روایت کرده و یکی از احادیث صحیح رسول خدا صلی الله علیه وسلم هست و متفق علیه هست که در صحیح مسلم و در صحیح بخاری بیان شده، حضرت رسول خدا صلی الله علیه وسلم به معاذ فرمودند که یا معاذ اتدری ما حق الله علی العباد، ای معاذ میدانی که حق خداوند متعال بر بندگانش چی هست؟ حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه گفت که الله و رسوله اعلم، خداوند متعال بهتر میداند. سوال این بود که آیا میدانید که حق خدا بر بندگان و حق بندگان بر خداوند متعال چی هست؟ گفت که الله و رسوله اعلم. به خاطر ادب و احترام حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که حق الله علی العباد ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا، حق خداوند متعال بر بندگانش این است که بندگان خداوند متعال را پرستش بکنند و در پرستش و بندگی هیچ کسی را با خداوند متعال شریک قرار ندهند.
و حق العباد علی الله ان لا يعذب من لا یشرک به شیئا، و حق بندگان بر خداوند متعال این است که کسی را که مرتکب شرک نشده اون را عذاب و شکنجه نکند. در احادیث فراوانی رسول خدا صلی الله علیه و سلم در واقع این مطلب را بیان کرده و این نکته را توضیح داده که حق خداوند متعال بر بندگان این است که بندگان باید خداوند متعال را به یکتایی بپرستند، تنها و تنها خداوند متعال را بپرستند و کسی دیگر غیر از خداوند متعال را نپرستند. پس بنابراین وظیفه تمام ما مسلمانان در روی زمین فقط و فقط همین توحید خداوند متعال هست که خداوند متعال می‌فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من انسانها را و جنها را نیافریدم مگر برای این که مرا عبادت بکنند. یعنی هدف خلقت و آفرینش انسانها و جنها فقط و فقط عبادت خداوند متعال بوده. پس بنابراین در مطالبی که در این جلسه و در جلسه قبل خدمت شما بیان کردم مطلب توحید خداوند متعال بود، یگانگی خداوند متعال، و به صورت کلی بیان کردم که خداوند متعال یگانه و بی همتا هست. و عرض کردم در جلسه قبل خدمت شما که معنی توحید این نیست که ما بگیم خداوند متعال یکی هست، بلکه معنی دقیق توحید این است که ما بگوییم خداوند متعال یگانه هست. یگانگی خداوند متعال در باب ربوبیت، یعنی غیر از خداوند متعال آفریدگاری نیست، خالقی نیست، مالکی نیست، رازقی نیست، کسی نیست که نفع و ضرر بدهد، کسی نیست که شفا بدهد یا بیماری بدهد و بقیه کارها. و در باب اسما و صفات خداوند متعال را یگانه بدانیم که خداوند متعال در نامه‌های خودش بی همتا هست و در صفات خودش خداوند متعال بی همتا هست. و همچنین مهمترین بخش توحید الوهیت و توحید بندگی هست که فقط و فقط خداوند متعال را عبادت بکنیم. تمام انواع عبادت را، نماز و روزه و زکات و حج و بقیه انواع را، یعنی به تعبیر کلی هر کاری را که به عنوان طلب ثواب و تقرب انجام میدهیم عبادت هست و اون کار را فقط و فقط باید به خاطر رضای خداوند متعال انجام بدهیم. این می شود توحید الوهیت. به امید آن روزی که تمامی مسلمانان در باب تمامی انواع سگانه توحید ربوبیت و اسما و صفات و الوهیت و بندگی خداوند متعال فقط و فقط خداوند متعال را یگانه بی همتا بدانند و عملا هم آن را ثابت بکنند و در عمل نیز کسی غیر از الله را عبادت و پرستش نکنند. تمام شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند متعال میسپارم و تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدار شما باد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. به نام و استعانت از الله بخشاینده مهربان. ستایش ویژه الله پروردگار جهانیان است. علامه حجت الاسلام ابو جعفر وراق طحاوی رحمه الله میگوید: این کتاب بیانگر عقیده اهل سنت و جماعت بر مبنای مذهب فقهای اسلام ابو حنیفه نعمان بن ثابت کوفی و ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری و ابو عبدالله محمد بن حسن الشیبانی رضی الله عنهم اجمعین است و به باورهای آنان در مورد اصول دین که با آن پروردگارشان را میپرستند میپردازد.
آه